دوستای عزیزم سلام، من سعید منزلی هستم و با معرفی اتکلون صاحب سفید در خدمت شما عزیزان هستم. اتکلون صاحب سفید یه اتکلون خنک، فرش، تابستونه، مرکباتی و مقداری هم چوبی هست. این اتکلون ساخت شرکت ارز و زعفران از یه مجموعه کمپانی و برندینگ لطافه هست با ماندگاری خیلی خوب، خط بویی بین 3 تا 5 ساعت و ماندگاری قابل قبول 12 الی 15 ساعت. هرچند که روی پوست خودم 24 ساعت و جوابگو بوده. این اتکلون 70 میل هست و الهام گرفته شده از اتکلون لوی ویلتون ایمیجینیشن هست، چون قیمت خیلی گرونی داره این اتکلون اورجینالش، یعنی لوی ویلتون ایمیجینیشن که بین 35 الی 40 میلیون تومان پولشه. این اتکلون نسخه اقتصادی هست که واقعا کیفیت خوبی داره و ارزش خرید بالایی داره. بریم که با همین اتکلون رو باز کنیم و در مورد پخش بو و خصوصیات دیگه این اتکلون بیشتر توضیح بدیم. یک کار هارد باکس، میریم برای اسپری. مرسی. دوستان عزیزم توجه داشته باشید، وقتی میخواید اتکلون اسپری کنید حداقل 10 الی 15 سانتی متر اون اتکلون رو فاصله بدید، بعد بذارید 25 الی 30 ثانیه بگذره و بعد اون اتکلون رو بو کنید که بوی الکلش اذیتتون نکنه. احتیاجی نیست که حالا حتما تا بینی هم بیارید، این اتکلون پخش بوی خودش رو داره و فضای قالب رو الان کلا گرفته. رایحه واقعا خوب و آرامش بخشی داره، ماندگاری خوبی هم میگم داره چون خودم استفاده کردم. بهتون میگم دوستان عزیز این پست آموزشیه، من قصد بزرگ نمایی ندارم، کوچیک همه شما عزیزان هستم، کنار شما یاد میگیرم و خوشحال میشم اگه اینکه نظری داشتید در